یه نفر توی دنیا دقیقاً شبیه تو هست و احتمالاً الان زنده است. احتمالش خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنی. این که همین الان یه گوشه دنیا یه نفر دقیقاً شبیه توه. همون مدل صورت، همون فاصله چشما و همون فرم لبخند. دانشمندا تخمین میزنن با جمعیت فعلی زمین احتمال اینکه 6 یا 7 نفر با چهره‌ای بسیار شبیه تو وجود داشته باشند واقعیه. اما حالا چرا؟ چون تعداد ترکیب‌های ژنتیکی صورت اونقدرها هم بی‌نهایت نیست. ما فکر میکنیم چهرمون منحصر به فرده، اما مغز انسان فقط الگوهای محدودی از چهره رو میشناسه. و عجیبترش اینه، مواردی بوده که آدم‌ها به طور کاملاً تصادفی با همزاد چهره خودشون آشنا شدن، در حالی که نه فامیل بودن و نه نسبت خونی داشتن. حالا تصور کن یه نفر با چهره‌ای بسیار شبیه تو، با صدایی متفاوت و یه زندگی کاملاً متفاوت یه جای دنیا داره زندگی میکنه و شاید از کنار تو رد شده و تو نفهمیدی. حالا سوال اینجاست، اگه یه روز ببینیش حاضری باهاش روبرو بشی؟ لطفاً توی کامنت ها به هم جواب بدید. و اگه این ویدیو براتون جذاب بود لطفاً کانال مستر دانستنی رو حتما دنبال کنید، چون دانستنی های زیادی براتون داریم.